به نام پدر، پسر و روح القدس. در آخرین جلسه از کتاب راه مسیح در بخش دوم، یعنی تعمق در مورد فیض، ما میبینیم فیض لطف الهیه برای کمک به ما هست تا ما بتونیم طبق فرامین خدا زندگی کنیم و دارای حیات جاودان بشیم. مهمترین نوع فیض تقدیس کننده هست عزیزان، که همون حیات خدا هست که در ما ساکن میشه و قرار داشتن در وضعیت فیض تقدیس کننده برای یک کاتولیک ضروریه. برای ورود به حیات جاودان لازمه. ببینیم فیض چیه. این دیدگاه کلیسای کاتولیکه. فیض لطف رایگان خداست بدون تبعیض که به هر شخصی عطا میکنه تا به او در کسب حیات جاودان کمک بکنه. هیچ کدوم از ما لیاقت این رو نداریم. این لطف خداونده، این لطف پدر آسمانی ما هست. فیض چند نوع هست. اول که فیض تقدیس کننده، مهمترین فیضیه که خدا به ما میده. این فیض رو فیض تقدیس کننده میگیم، به این دلیل که ما رو مقدس میسازه تا با فیض تقدیس کننده که به عنوان فرزند خوانده خدا در ذات خدا شریک بشیم و در حیات الهی در او مشارکت داشته باشیم. ببینیم فیض تقدیس کننده عطیه همیشگیه، یعنی وضعیتی ثابت و دائمی برای زندگی در اتحاد با خدا و مطابق با فرامین‌های او. و دومین فیض فعلیه، یعنی حرکتی مشخص از سوی خدا در درون فرده که فرد رو به سمت عملی خاص سوق میده. فیض فعلی باعث میشه که ما مطابق اراده خدا عمل بکنیم. و فیض بعدی فیض آیینیه. فیض‌های خاصی هر آیین مقدسه. تمام آیین‌ها فیض تقدیس کننده رو عطا میکنن، اما هر آیین نیز فیض آیین خاص خودش رو عطا میکنه که به تحقق هدفی خاص در اون آیین کمک میکنه. برای مثال ما میبینیم آیین آشتی علاوه بر بازگردوندن ما به وضعیت فیض تقدیس کننده، فیض‌های آیینی دیگری رو عطا میکنه که به ما کمک میکنه در آینده از اون گناهان ارتکابی پرهیز بکنیم. به علاوه فیض‌های وضعیت وجود داره که البته نباید این رو با فیض اشتباه بگیریم.
با وضعیت فیض نباید اینو اشتباه بگیریم. وضعیت وضعیت فیضیه که به افراد داده میشه تا این اشخاص کمک کنن به وظایف کاتولیکی خود عمل کنن. برای مثال اسقفان یا کشیشا هستن که فیضهای خاصی رو دریافت میکنن که به این افراد در مقدس بودن اسقفی و کشیشی کمک میکنه. خدا آزادانه در وهله اول از طریق آیین‌ها و دعا به ما فیض میده. ببینیم فیض تقدیس کننده یعنی حیات خدا در ما که ما رو مقدس میسازه، ما رو به پیروی از فرامین او در زندگی اخلاقی صحیح سوق میده. ما ببینیم فیض تقدیس کننده به ما فضایلی از سوی خدا عطا میکنه که به ما در داشتن یک زندگی اخلاقی صحیح و در محبت داشتن به خدا کمک میکنه. فیض تقدیس کننده همچنین عطاهای روح القدس رو در اختیار ما قرار میده، یعنی خرد، حکمت، فهم، مشورت، قوت، تقوا و ترس خداوند که به ما زیستن در یک زندگی اخلاقی و صحیح بیشتر کمک میکنه. شخصی که در وضعیت فیض تعمید یافته و سپس از تمام گناهان بزرگی که پس از تعمید مرتکب شده مبرا شده، یعنی در وضعیت فیض بودن به این معناست که فرد در رابطه صحیح با خدا بوده و دارای فیض تقدیس کننده هست، یعنی همون حیات خدا که ما رو مقدس میسازه. آیا میتونیم فیض رو از دست بدیم یا خیر؟ آیا فیض از دست دادنی هست یا خیر؟ آیا شما به شرط اینکه تعمید دریافت کرده اید یعنی تمام؟ خیر. عزیزان، ما با ارتکاب گناه بزرگ فیض تقدیس کننده رو از دست میدیم. این موضوع است که ما رو در وضعیت گناه جدا میکنه، یعنی وضعیت جدا شده از خدا قرار میده. ما نباید اتحاد ربانی یا همون قربانی مقدس رو در وضعیت گناه دریافت بکنیم. این دیدگاه کلیسای کاتولیک. شما قبل از اینکه آیین قربانی مقدس رو، قبل از اینکه جسم و خون عیسی مسیح رو دریافت بکنی، باید در مورد گناهان توبه کرده باشی. آیا میتونیم فیض رو کسب بکنیم یا خیر؟ فیض عطیه رایگانه و امری انتصابی نیست. ما لایق لطف خدا نیستیم، بلکه این هدیه اوه. با این وجود خدا رو مقدر کرده که اگر به فیض او پاسخ بدیم،
او فیض رو در درون ما افزایش میده. در این حالته که فیض عطیه‌ای از جانب خداست و تنها نتیجه عمل ما نیست. فیض هدیه خداونده. از کجا بدونیم که در وضعیت فیض هستیم یا در وضعیت گناه؟ پیش از تعمید، عزیزان، قبل از تعمید ما قطعا در وضعیت گناه هستیم، زیرا گناه اصلی رو به ارث بردیم. پس از تعمید ما نمیتونیم قطعا مطمئن باشیم که در وضعیت فیض هستیم. ما نمیتونیم برای تعیین این که ما در وضعیت فیض هستیم یا خیر به احساساتمون اعتماد کنیم. با این وجود اگر مرتباً به گناهانمون اعتراف بکنیم میدونیم که در وضعیت فیض هستیم. یعنی آیین آشتی ارتباط ما رو با خدا بیشتر میکنه، ارتباط جدا شده ما با خدا رو وصل میکنه. زندگی بدکارانه و مردن در وضعیت گناه به دور از خدا، به زندگی ابدی در جهنم و به دور از خدا منجر میشه. عزیزان، این دیدگاه کلیسای کاتولیکه. قطعا اگر گناه بزرگی رو مرتکب بشی و فوت بکنی و توبه نکرده باشی در جهنم هستی. زندگی نیکوکارانه و مردن در وضعیت فیض و در اتحاد با خدا ما رو تقدیس میکنه. به زندگی جاویدان و در اتحاد با خدا در بهشت منجر میشه. از اونجایی که شادی جاویدان بستگی به اون داره که آیا در وضعیت فیض زندگی میکنیم بمیریم یا خیر. یعنی همش بستگی به این داره که ما در وضعیت فیض بمیریم، در وضعیت آشتی با خدا باشیم. کاتولیکا باید برای کسب فیض دعا کنن و آیین‌های فیض بخش رو مکرراً دریافت بکنن، به ویژه آیین آشتی و قربانی مقدس. اینها مطمئن ترین و عالی ترین راه های حفظ اتحاد با خدا هستند. آیین آشتی و آیین قربانی مقدس با باقی ماندن در وضعیت فیض از طریق دعا و دریافت مکرر آیین‌ها میتونیم مطمئن بشیم که هدیه نهایی خدا رو دریافت خواهیم داشت. اون هدیه زندگی جاویدانه. حال فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و شراکت روح القدس و دعای مادرمان مریم مقدس، مادر کلیسا، ملکه آسمان، این القابی است که کلیسای کاتولیک به مریم میده، با همه ما باشد و بماند
تا ابدالآباد. آمین. اگر در کلیسای کاتولیک ما مریم رو صندوق عهد جدید میدونیم، آنچه که در صندوق عهد عتیق وجود داره در مریم هم وجود داره. ما در کلیسای کاتولیک مریم رو راحیل نوین میدونیم. در کلیسای کاتولیک ما مریم رو ستایش میکنیم، نه پرستش. این دیدگاه کلیسای کاتولیکه. همینجور که ما پدر و مادرمون رو ستایش میکنیم، همینجور که دوستامون رو ستایش میکنیم، ستایش با پرستش فرق دارد. عزیزان، از دیدگاه کلیسای کاتولیک مریم صندوق عهد جدیده. یعنی هر آنچه که در مریم وجود داره در صندوق عهد عتیق هم وجود داره. قربانی مقدس، جسم و خون عیسی مسیح، کاهن اعظم، فرمانهای عیسی مسیح، همه در مریم هم. در صندوق عهد عتیق لوح 10 فرمان، منای آسمانی، عصای هارون، عصایی که شکوفه کرد، در صندوق عهد، همونا در مریم وجود داره. اگر مریم برای ما قابل ستایشه، به این دلیله که هر اتفاقی که برای صندوق عهد افتاد برای مریم هم افتاد. مریم رو ما تکریم میکنیم. تکریم یعنی ستایش. تکریم به معنای پرستش نیست. مریم مقدس چون مادر خداوند ماست، برای ما قابل احترامه و جایگاه خاصی در کلیسای کاتولیک داره. حال فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باشه.